احمدشاه دولتوف پسر 22 ساله علاءالدین دولتوف معروف به علی بیدکی در روسیه وارد بحث دادگاهی شده است. وی از بالای قرار دادگاه ولایت مسکو به زینه‌های بالایی شکایت برده است که در یک وقت نسبت به او دو حکم با هم مخالف را صادر نمود. یکی از این قرار دادگاه او را از بازداشتگاه مخصوص آزاد کرده حق زندگی و کار در روسیه را می‌دهد، اما قرار دیگر می‌گوید که او باید اخراج شود. احمدشاه ساکن دهه بیدک ناحیه رشت است. مقامات تاجیکستان گفته بودند که پدر او علاءالدین دولتوف آخر سال 2010 در عملیات جستجو و بازداشتش کشته شد. علی بیدکی را در کشتار 25 سرباز وزارت دفاع تاجیکستان در دره کمراب عیبدار کردند. احمدشاه دولتوف میگوید بعد کشته شدن پدرش بار زندگی بر دوش او افتاد و برای تامین 4 خواهر و دادرش در روسیه کار میکرد. اول امسال برای نقض قانون بود و باش بازداشت و 52 روز را در بازداشتگاه مخصوص پشت سر کرد. بعداً بر اساس یک قرار از بازداشتگاه مخصوص آزاد شد. بر اساس این قرار دادگاه ولایت مسکو احمدشاه در روسیه کار میکند، ولی بر اساس قرار دیگر او باید از این کشور به وطن اخراج شود. کریم جان یاروف وکیل دفاع احمدشاه دولتوف روز 9 ایول بر رادیو آزادی گفت این جوان ماه مارت امسال با اتهام اینکه شب در جای بود و باش رسمیش نخوابیده است به بازداشتگاه مخصوص برده شده قرار اخراجش را صادر میکنند. یاروف میگوید با تلاش او و یک وکیل روس دادگاه مسکو حکم دیگر صادر میکند که این جوان از بازداشتگاه آزاد شود، ولی حکم قبلی را در مورد اخراج بیکار نمیکنند. او گفت قرار اول سود خارج بود، او را بیکار کرد. قرار دیگه اسپسترون میگود خارج شویش، او را بیکار نکرد. نه که ما در اساس قرار یکم سود اسپسترون میگرفتیم، دیگه بیکار نکرد. حالا که در اساس یکم چیز باید بیکار میشید автоматом. قانونشکنی کرده است باید که در اساس قانون یکم قرار یکم باید میبرم میرفت نرفت. او یگان حجت نداشته است. این وکیل دفاع میگوید حجت‌های احمدشاه دولتوف درست بود و به جز اینکه یک شب بیرون از جای زیستی رسمی خوابیده است، هیچ قانون را نقض نکرده بود. خود احمدشاه گفت که حالا در روسیه تنها کارهای موقتی انجام میدهد و منتظر پرراه حل شدن قضیه‌اش است. احمدشاه دولتوف از کمترین مهاجران کره تاجیکستان است که توانسته است از بازداشتگاه مخصوص آزاد شده به تاجیکستان اخراج نشود. سال گذشته طبق اطلاع رسمی بیش از 45000 مهاجر تاجیک از روسیه اخراج شده است. حالا بر اساس آمار سازمان‌های کار با مهاجران بیش از 3000 مهاجر تاجیک در بازداشتگاه‌های مخصوص قرار دارند و قرار اخراجشان نهایی نشده است.